سلام برای بهش به این ویدیو خوش آمدید و این هشدار اول ویدیو بدان بگم که اونایی که دارن این فیلم ببینن راجع به ضبط ماشینشونه و اونایی که دارن این فیلم اتوماش نشان میبینن ضبط ماشینشونه به هیچ وجه و اصلا عوض نکنن، چون ضبط ماشینشان خراب نیست بلکه تنظیمات ضبطشان ایراد داره و الان نشانتون میدم. این ویدیو میزنین که این صفحه آمد، این دکمه میزنین، این بیس میزنین رو 7، اینو میخواد این میزنین رو آن، این میخواد این میزنین رو 7R. این ما افکت صدا، چون ما نمیخوایم صدا ما تنظیم کردیم نمیخواد، این دوباره میزنیم تمام. پس کیفیت صدا ببینین. عجب کیفیت داره. لایک و کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید و ممنون که ویدیو دیدین.